ما ایره به ادامه ویدیو دیگه ما که وقت نبود ناتمام شد میگم که ظاهرخان کل کستیزن مردگاو سرک کابل تا گلبار قیر کرد به خاطر اینکه در گلبار در پغمان در کاریزمیر برای میله و ساتیری و زنکبازی و بیگنامان خود میرفت. سرک کابل تا جلال آباد قیر شد به خاطر اینکه در زمستان خودش و فامیلش و 4 تا کسش نر و مردش در جلال آباد برای میله و ساتیری برن. سوال پیدا میشه و ایست که در 44 سال ظاهر کستیزن مردگاو در چند وقت دیگه داود کستیزن در میمنه چی کرد، در قطغن چی کرد، در بدخشان چی کرد، در لوگر چی کرد، در کټواز چی کرد، در غزنی چی کرد، در ظلمت چی کرد، در خوست چی کرد، در فرا چی کرد. ای بعضی افغانایی که چتیات میگن 24 ساله و 30 ساله و 32 ساله و بگیر نمان یا هیچ نمیفهمن یک کرم و کدور برازی و به یک نرخ است. فقط عکس ظاهرخان دیدن و ویدیوهای ظاهرخان دیدن و قواره داود دیدن و ویدیوی داود دیدن فکر میکنه که اولین رئیس جمهور ما از بهترین رئیس جمهورها بود. زن ما اول تا آخر زیر گایم بابه ازی خواهین بود، بابا کلان ازی خواهین بود. زن ظاهر کلگایم در 44 سال در بر گرفت که سرک از کابل تا گردیز قیر شوه. در کل ولایت پکتیا 4 تا گروپ نبود. در بدخشان چند تا کلینیک جور کرده بود، چند شفاخانه بود. در میمنه چند کلینیک بود، چند شفاخانه بود، چند لیسه بود. در کټواز چند لیسه بود. مردم افغانستان 3 روز 4 روز 5 روز 6 روز مرده و زنده خود سر خر و اسب و شتر منداختن تا که به یک منطقه میرسین که در اونجا موتر پیدا میشد. 3 روز و 4 روز دیگه سفر میکردن تا کابل میامدن یا شب دکتر میدیدن یا در شب خانه میرفتن. زنی خدمت گایم در 50 سالی مردگاهی خدمت کرده. این حال شما برای من میگین و ویدیو ثبت میکنین و عکسای داود کلم اندازین و از ظاهرخان اندازین و که اولین رئیس جمهور بود و دومین رئیس جمهور بود و فلانی بود و بسمداین بود و ظاهر کل بود و داود کلکته بود و بگیرم. زن بابی هم بر رسول خدا کل از یک $100 ورته و خدمت برای ملک و مردم خود کده باشه. عیش نوش از یا بود، ساتری از یا بود، شراب و کسفروشی از یا بود، کسکدن و بگیر نماندن از یا بود، مادرهیم و مردگویش بود که چیزی که دختر جوان 12 ساله و 15 ساله و 14 ساله در شمالی و بگیر نمان پیدا میشه میآورد در دربار یک کس درباری میکردن و خلاص. این حال شما قضاوت کنین، شما برای ما بگوین اما خدمتی که این مردگاه برای افغانستان کده، امو مکتبایی را که یا جور کده، امو شفاخانهایی را که یا جور کده، امو پانتونی را که یا جور کده، اما برقی را که در شهرها و مناطق افغانستان تقسیم کده، کل زیر شما حساب کنین برای ما بگوین که یا چی کده در کجا چه وقت. ما خو چیزی نیست که ما دروغ بگم از خود بسازم یا دیگه کنم. ما خوی مردگاه را کلش میشناسم. ما خاص فامیلی بودیم که ابروی از این مردگاه در تماس بودیم. ما همریز در فامیل خود می جنگیدم به خاطر این مردگاهی از این مردم. ما کسی استم که این گپ امروز نمیزنم، این گپ امروز جور نمی کنم. ما در وقت جهاد افغانستان در کمپای مهاجر در پشاور که می رفتم که بیرقای ظاهرخان به نام عکسای ظاهرخان به نام یکی پادشاه صحیح خداست، ما کل زیر در می دادم.
در مسجدها برای صحبت میکردم که ای پاچا سایه خدا نیست، ای کشته زنا مردگوای وطن فروش هاست. ای چه رقم سایه خداست که در 10 سال جهاد ای کشته زن یک روز نامد که مردم خدا ببینه، اول مردم خدا بگیره. ای کشته زنای مردگا و شرابا و استی و نوستی و عیش نوششان در ایتالیا و بگیر نمان برشان آمده بود. یا پشاور چرا می آمدن، یا کمپ مهاجر چرا می رفتن، یا اول مردم غریب بیچاره و یتیم و یسیر و بیواره چرا می گرفتن. پاچا سایه خداست، کردیم در ای سایه خدا. از یا که در لینا، از یا که در مردگوا، از یا که در مرتجه، از یا که در وطن پروشا پدرنرتا و لینا که چور و چپاولشان زندگی کلشان افغانستان را برباد کرد. چیزی که سفیر کبیر بود، چیزی که نایب سفیر بود، چیزی که سکرتر بود، چیزی که وزارت خارجه بود، کل از این فامیل از یا بود. کدام ازبک در سفارتخانه افغانستان در دنیا باعث سکرتر کار کرده؟ کدام هزاره باعث سکرتر بود؟ کدام کٹاوازی باعث سفیر بود؟ کدام لغمانی باعث؟ خب شما غیر از این که از فامیل سلطنتی که سفیر هم یا بدن، سفیر کبیر هم یا بدن، سکرتر هم یا بدن، ترجمان هم یا بدن، وزارت خارجه کل از اینا بود، وزارت کل شما اینا رو برای من شما بگوین که علت برتری از این فامیل سلطنتی نظر بالای دیگه مردم افغانستان چی بود؟ فقط هرچی که نبود شما یا مثل یهودا واره فامیل خدا پیش بردن، فامیل خدا سیر ساختن، کارهای خوب برای فامیلای خود از اینا بود، برای عضو فامیل از اینا بود. این پالیسی را یهودا در میسرها سال است که تعقیب میکنه. نه در غم هزاره بود، نه در غم پنشیری بود، نه در غم شمالی وار بود، نه در غم جنوبی وار بود، نه در غم کٹاوازی بود، نه در غم نورستانی بود. هیچ برزی که یا میترسیدن که غیر از فامیل از یا کسی دیگه اگر شهرت پیدا کنه یا اگر یک روز با پیدا کنه امکان از این داره که یک روز در مقابل از ایستاد شوه و کودتا کنه و امکان داره که حکومت از دست یا برای سلطنت از دست یا برای وقتی که حکومت سلطنت از یا دست از یا برای اوز کاریزمی از دست یا میره، میلای پغمان از دست یا میره، او دربارای جلال‌آباد از دست از یا میره، و ارگ شاهی شان شهرت و دخترای جوان از دست از یا میره، آقای مازعیم از دست از یا میره. ما آقای مازعیم که نباشه دخترای مردگوی از یا کی میکنه و دخترای جوان بر از یا کی میاره؟ کل ازی ترس بود. شما به هیچ وجه نمیتوانین که بگوین و به دنیا قناعت بتین که داوود شهید شد. ارواح زیر خدا ببخشه. داوود شهید نشد، به صدها هزار دیگه شهید ما دادیم در افغانستان. داوود مردار شد مثل سگ واره. و من با امید از خدا به می ایمان دارم که در هفتم طبقه جهنمی می سوزه و ظاهر کلام بسیار نزدیک در پالویش است. فیلد مارشال شاه ولی خان غازی و وقت زنش گاییده شد و خو از هشتم طبقه دوزخ است. فیلد مارشال شاه ولی خان غازی. این حال شما برای ما بگوین که فیلد مارشال شاه ولی خان غازی، می فیلد مارشال دفنیشنش چیست، معنیش چیست؟ افسوس
که حقیقت کل ما پایمال میکنیم و حقیقت یاد کلگی